این روزنامه را اول ساдриддин Айни تأسیس کرد و در این روزنامه پیرو سلیمانی، محمد جان رحیمی، سهیلی، جوهری زاده، مرزا ترسون زاده، جلال اکرامی، فاتح نیازی اینها کارمندان بی‌واسطه روزنامه بودند. تعداد روزنامه امروز سالهای پیشین بیش از 7000 تا 8000 بود. امسال متاسفانه کمی پایان فرو آمد. 2019 تعداد روزنامه همگی 2000 رو تشکیل می‌دهند. از بس که مثلا در جمهوری ازبکستان آبانی مجبوری از بین برداشت شد، از این سبب کمی پایان رفت. امید داریم که مثلا تاجیکان باننگ و ناموس روزنامه خود را که به زبان تاجیکیشان درج می‌شوند دستگیری می‌نمایند. موافق معلومات رسمی در ازبکستان بیش از 1 میلیون تاجیکان زندگی میکنند. برای اینها مثلا در جمهوری روزنامه یگانه اوازی تاجیک، در ولایت سمرقند روزنامه اوازی سمرقند و در سرخاندریا روزنامه خصوصی خاور درج میگردد. در ناحیه سوخ ولایت فرغانه صدای سوخ با زبان تاجیکی نشر میشود. البته این دستگیری مثلا حکومت جمهوری ازبکستان برای رشد زبان تاجیکی